سلام، من پریسا جمشید نژاد، کارشناس امور اداری خردبانیان هستم. پیرو تماس‌های اخیر شما در مورد دوره‌های TTC تصمیم بر این شد در قالب یک مصاحبه از خود خانم دکتر زارعی، مدرس محبوب TTC، سوالای شما پرسیده شود. ممنون خانم دکتر از اینکه وقت گذاشتین در مورد سوالاتی که اخیراً عزیزان در مورد دوره‌های TTC که قرار برگزار کنیم پرسیده بودن و عمده سوالاتشون مسائلی بود که من حالا ازتون میپرسم. اولین سوال این عزیزان این بود که TTC چی هست و مناسب چه کسانی هست؟ TTC مخفف Teacher Training Course هست. همینطور که از اسمش مشخص هست، ویژه کسانی هست که یا تجربه از تدریس زبان انگلیسی ندارن و میخوان یک ایده ای از این کار داشته باشن و روش ها رو یاد بگیرن، یا کسانی که الان معلم هستن ولی میخوان یکم آپدیت تر بشن و روش های نوین تدریس زبان انگلیسی رو بشناسن.